سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و تماشابینان کانال حق تجی. امیدوارم که همه کسا خوب باشه و تن صحت و بدن باشه. و من یک چند سخن دارم اوید فستیوال های رژیم خودکامه رحمانوف. و امروز یک خبری را در شبکه خبر خواندم که فردا 26 اکتبر رژیم رحمانوف یک فستیوال برگزار میکنن. اون فستیوال چی بست است؟ فستیوال برنج و شعله. و تعجب در این است که یک چیزی را که فستیوال میکنه، یک چیز فستیوال میکنه که گویا که باز به همون قول مردمی خدمت که گویا نرخش چی است؟ ارزان است. و امروز من خودی بنده تماس گرفته بودم، در خانه صحبت کردم، با مادرم صحبت کردم و پرسان شدم از خانواده اهل پرسان شدم و مادرم گفت که پدر در تردد کشت زمین ها است و میخواهد که چیکار کند؟ گندم کشت کند برای آینده. و من پرسیدم که گندم چخیل است؟ نرخ نواش ارزان است چخیل است؟ گفت که نرخ گندم 5 سومونی است. یعنی یک نرخ گندمی که ما باید کشت کنیم در سال آینده حاصل بگیریم از او گندم، او نرخ گندم چی شده است؟ 5 سومونی شده است. و امروز ما نمیفهمم که رژیم رحمانوف فستیوال برنج، مروژنیک، شعله و کدو و تربوز، خربزه و سیب چیکار میکنه؟ برگزار میگردد. و این فستیوال های پوچ و بی‌معنی چیکار میکند؟ و هزارها نفر را سرگردان میکند برای یک جمع کردن شعله باشد یا که برنج باشد یا کدو باشد و دیگر چیکار میکنند؟ مردم را سرسام و سرگردان میکنند. و امروز اگر که نظر به خوراکواری بازارهای تاجیکستان کنیم، یک خلطه از 200 علاقه چیکار کرد؟ بالا رفت. و مادامی که شما اونقدر فستیوال میگذارنید، مادامی که شما اونقدر وطن دوست هستید، ملت دوست هستید، پس بیایید چیکار کنید؟ این نرخ‌هایی که در بازارهای تاجیکستان هستند آنها را با تنظیم بگذارید و یک نرخ معینی ارزان تا که مردم دسترسی به اون خریدن همون خوراکواری خود باشند. و امروز یک نفر پنسیونر، یک نفر که نفقه میگیرد، یک کارگر یادی باشد، یکون چی باشد، نفقهش مثلا از 200 تا 250 سومونی است. بلند گفتم من 250 200 سومونی است. و با 200 سومونی چیکار میکند؟ فقط یک خلطه چیکار میکند؟ میخرد و نمیدوند که باقی مانده روغنش، شکرش و دیگرش چقدر زندگانی بگذارن. و امروز شما نمیتواند که دیگه با این برنامه های پوچ و فستیوال و عید و دیگه کارو دیگه شما نمیتواند که این حکومت رو پیش برید. و پس نمیتواند این حکومت رو پیش برده، مردم رو یک شرایط خوب کرده نمیتواند. پس بیایید، دیر نشده است، همه کسا به استعفا روید و یک نفری سالم و یک نفری خوب بیاید در آینده کشور را چیکار کند؟ یک برنامه خوب داشته باشه به مردم که تا مردم چیکار کنند؟ یک شرایط خوب داشته باشند، یک زندگی خوب داشته باشند. و متاسفانه من نمیدونم که این فستیوال های احمقانه رو کی به اینها پیشنهاد میکند، یا که نمیدونم، یا خود اون افراد میخواهند که باید ما همین خیلی به مردم نشان بدیم که گویا که ما برنج ما بسیار است، یا که نوعهای برنج ما بسیار است، یا که گندم ما، یا که خربوزه ما، یا کدو ما. من این را دیگر نمیفهمم هموطنان عزیز. و باز چی گفتنیم به این رژیم خودکامه رحمانوف که مادامی که شما نمیتوانید حکومت کردن، نمیتوانید این ملت را صاحبی کردن، نمیتوانید، پس باز دیر نشده است، همه کسا بیاید بر نزد این ملت به زانو زنید و از این ملت بخشش پرسید و استعفای خود را دهید و تا که این مردم از ظلم
شما خلاص شوند و باقی در امان خدا باشید هموطنان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.